آواز میکنه، دیوانه شده، هزیان میگه، همینجور پا رو گاز 180 تا داره میره، 200 تا داره میره. یک دفعه دید که یک قوی الهیکلی ایستاده سر جاده وسط راه، این چیزی دستشه. ایست. این دیگه نمیگه ایست دزدی من، ایست قف با قدرت میگه، خیلی هم قویه. ترمز زد، ایستاد. شیشه رو بکش پایین. شیشه رو پایین کشید. گفت اینا که سوارن. گفت آقا کی باشه؟ درست صحبت کن. خوب دقت کنید. آقا کی باشه؟ درست صحبت کن. اینا کی باشن چیه؟ گفت منو نمیشناسی کیم؟ گفت هر کسی باشه برای خودتی. صدات بیار پایین. دست جیبش کرد، کارت در آورد. رو کارتش نوشته بود اسرائیل ملک الموت. ببخشید قربان، ببخشید شرمنده، من اولین بار بود شما رو ملاقات میکردم، به جا نیاوردم. بعد تو ماشین این طرف نگاه کرد. گفت ببخشید قربان، دنبال چیزی میگردی؟ گفت دنبال دین میگردم. دین کجاست؟ تو ماشین تو دین نیست؟ دین نیاوردی؟ ببخشید قربان، دین سر جاده بود، ایستاده بود. منم رد شدم، دست زد، سلام کردم، جواب سلامش دادم. گفت که منو برسون. گفتم فعلا الان جا تنگه، من مسافرها رو خالی میکنم به خاطر که به تو فشار نیاد. شما زیر این درخت نیستی، من سریع برمیگردم دنباله. اگه اجازه بفرمایید قربان اینا رو پیاده بکنم برم دنبال دین. اون وقت تمامه، لازم نکرده دین بیاد. اجل تو رسیده، خدا منو مأمور کرده که بدون دین قبضه روحت بکنم. دلار داری، ریال داری، دنیا داری، زن داری، بچه داری، ماشین داری، هوای خنک داری، کولر داری، آب یخ دارید، موسیقی دارید، ماشین آخرین سیستم دارید، شهرت دارید، پول دارید، همه چی دارید، ولی دین نیست تو ماشینت، همراهت نیست. اجلت رسیده، من مجبورم که بدون دین قبض روحت بکنم. هرچی التماسش کرد گفت فایده نداره.